برام خدای مهربان. دوست عزیز سلام. امیدوار هستم هر کجای دنیا باشیم موفق و پیروز باشیم. من آرامش فردوسی هستم. خود خوش آمدید میگم برای جلسه معرفی و کارکرد فایور و خود فایور چی هست. در اول برات گفتم میتونم هر آن کار را که در تمام دنیا انجام بدی بگونی آنلاین و نیم وقت فرصت داشته باشی، خصوصا زیادتر از دوستای ما و افغانای عزیز ما که فعلا به بعض کشورها مهاجر است، اونجا یک توانمندی دارن، استعداد دارن ولی شناخت ندارن، زبان درست بلد نیستن، میخواین از همون توانمندی خود به درآمد برسه ولی راه خود گم کردن. خوشبختانه سایت هایی که نیمه وقت شما بیکار هستین از همون توانمندیتان میگیره و از اون توانمندیتان میتونه شما به درآمد برسه بدون کدام سرمایه اولیه. سایت های خیلی زیاده هست، انشالله بالای معرفی سایت ها صحبت میکنم همیشه. حالا فعلا اصل بحث ما سر فایور هست. فایور چی کار میکنه؟ در کل گفتم میتونم فایور ساختارش یا امو اسکیجوالی که برای خود جور کرده در کل روی توانمندی هست. یعنی تا برای از این فرد یا به کسی که درستش است توانمندی تا نشون ندی اصلا برای خود درآمد چیزی نداره. خیلی خاطر اولین چیزی که از پیش خود میخواه استعداد توانمندی خاطر میخواه. بسیار سوالات از ذهن خود است. خب من چی توانمندی داشته باشم؟ توانمندی من یادم رفته، من از کدام توانمندی خود شروع کنم؟ ما افغانا همه توانمندی داریم. چند کتگوری که خیلی ساده ساده جور کرده و ما رو برات میگم، ان شاء الله در اون کتگوری حتما خود قرار میگیره. و اگه فعلا هم کدام توانمندی خاص نداری که مثلا ولی بگی من کدام توانمندی خاص ندارم، خیلی چی کار بکنم؟ نگران نباش، ان شاء الله داخل جلسه برات بعض پیشنهادات دارم که میتونی اونا رو گوش بگیری و کارت شروع کنیم. اولین کاری که ما میکنیم در بخش فایور مکمل وبسایت برای خود یک معرفی میکنم که تمام سوالایی که در ذهنت هست اونها حل شود. خوشبختانه فایور در افغانستان و کشورهای آسیایی فعالیت داره. میتونید شما از افغانستان هم کارتون پیش برین، نگران نباشین، راه حل داره. راه حلش هم که از طریق مستر کارتا و خوشبختانه هر روز من یک خبر جدید میشنوم که بعض شرکت ها هست در افغانستان که میتونید شما مستر کارتایش بگیرین و از خود افغانستان هم پیستان نقد بسازین. و ما هم یک تیم را جور کردیم و دوستایی که میخواد از طریق فایور به درآمد برسن انشالله با تیم ما در ارتباط باشن. هر وقت که پول برشون آمد میتونن پول خود از بخش دفتر ما و دفتر مرکزی ما کارت 4 است، میتونه شما پولتون نقد کنید. خب حالا به خاطر از اینکه شما بتونین داخل رسمی سایت خود فایور شوید، اولین چیزی که هست شما باید اکانت داشته باشین. انشالله در جلسه بعدی که دقیقش شاید بیشتر از یک ساعت یا چیزی کم یک ساعت شوه، جلسه بعدی روی که چه رقم شما اکانت ایجاد کنین، بیکم از سیلر شوین، فروشنده خوب شوین، دیجیتال مارکتینگ یاد میگیرین، همه مواردی که مربوط به فایور میشه ان شاء الله جلسه بعدی صحبت میکنیم. چون نمیخوایم این جلسه که به خاطر یک معرفی از خود فایور باشه طولانی شوه، ولی اولین کاری که میکنم من اکانت خودم باز میکنم. در بخش جوین اکانت میایم، از طریق گوگل پیش میرم. انشالله دوستایی که ایمیل داشته باشه از طریق ایمیل میشه، ما اپل آیدی هم دارم میشه از طریق اپل آیدی هم پیش برم، از طریق فیسبوک ما هم گوگل ترجیح میدم، از طریق گوگل پیش میرم. خب یک لحظه صبر میکنیم. خب داخل اکانت شد. کسایی که اولین بارشون است باش تلفنشون گذاشت یک پیام میه ما اکانت ببینیم. بله و فایور اسم خودم نوشته کردم و انشالله که تمام دیتای ما هست اینجا. بله هست. خب ما یک لحظه منتظر می باشیم که تمام برنامه لود شود. حالا بسیار از دوستا سوالشون نمی بود که ما از چی توانمندی خود شروع کنیم. من مثلا در بخش سوشال میدیا خیلی خوب مهارت دارم، در بخش لوگو دیزاین خیلی خوب توانمندی دارم، تولید محتوا، وبسایت، سوشال میدیا مارکتینگ، برندینگ، همینا من خیلی خوب توانمندی دارم. ولی از کجاش شروع کنم؟ ببینین در این مارکت فایور ساختارش چی هست. اول هر آنچه که نیاز مردم باشه خودت باید رو آماده بسازی. نیاز مردم فعلا چی هست؟ به طور مثال زیاد در بخش فایور که هست پروژه هست که بسیار از دوستا میخواین پروژه خود با دیگرها به یک نوعی به اشتراک بگذارن. یعنی مثل اپورک کار نیست که مثلا شما دیل کنید که نفر صحبت کنید که والا این کارم من اینقدر قیمت انجام میدم، تو چند قیمت میگی؟ بازو یک قیمت برای شما میگه، باز پس شما قیمت. در خود فایور شما فقط آفر میتین و بعد از نظر به متعامندی خودتان که من این استعداد دارم، اینقدر ریویو خوردیم، اینقدر لیول ما هست، اینا همش درک میشه که ان شاء الله بالای بحث ما صحبت میکنیم.
فقط شما در اول از مرحله ابتدایی شروع کنید. مثلا من زیاد به دوستا پیشنهاد میکنم از بخش لوگو دیزاین پیش بریم، چون خیلی نیاز مردم هست. این شرکت ها هست که از طریق لوگو دیزاین خوب به درآمد رسیدن. خودت میتونی چون به بار اولت از نو کار شروع میکنی، از طریق لوگو دیزاین پیش برو، خیلی خوب نتیجه برات میده. قیمتاش هم خیلی خوب است و در این زمان یک رقابت خیلی خوب هم داره که میتونی شما در وقت کم بر درآمد نسبتا مناسب برسید. و همچنین در قسمت فایور که بسیار از دوستان سوالشون همی بود که حالا من میام در فایور کار میکنم، حالا از یک قسم جای آید افغانستان ما هستم، این به من مشکل ساز نیست، مثلا وی پی ان من ندارم، نمیفهمم بانک اکانت ندارم، این چی رقم است، نگرانی نداشته باشین. اولا که بیشتر هم گفتم در اول بحث که بعض شرکت ها ایجاد شده شرکت های واسطه هست که میاد میان شما قرار میگیره و یک چیز اونها کمیشن خود میگیره و از طریق همون کمیشن خود شما میتونید پروژه خود فایور بسیار دلجمع پیش ببرید. و بعد از اون که بسیار سوالات از اینتون میباشه، خب والا پیسه ما چطور کنم، سر از اعتماد میشه نمیشه، نگرانی نداشته باشین. ان شاء الله گپمو موضوعی ما که اگر با ما پیش برین ان شاء الله موضوعاتون هم حل ساخته. خب بخش کاتگوریای شما است که ان شاء الله و بخش بعدی هم که در بخش فریلنسر کار میکنن. به هر صورتش در کل ساختار خود فایور که نه خاطرتون جمع بسازم، بیشتر از 160 کشور فعالیت داره که نگرانی نداشته باشه که والا یک دو کشور فعالیت داره که اسمم نمیشناسه، به خاطرم چون یوزرش زیاد است، تمام دنیا فعالیتش است و بعضی کشورهایی که مثلا در قسمت پاسپورتش مشکل داره، بعضی کشورها نمیشناسن. شما میتونید از طریق فایور بسیار راحت نسبت به دیگه پلتفرم به درآمد برسین. اولین چیزی که در فایور زیاد ما یعنی علاقمندی خودم نشون دادم در بخش و این بود که از توانمندی خودمو به درآمد برسیم. یعنی هیچ نیاز نیست که یک فرد پیدا شه و بگه والا من میخوام در فایور برم سرمایه گذاری کنم، چون فایور سرمایه کار نداره. یعنی از توانمندی خودت چی استعدادی که داری میتونی از طریق همون به درآمد برسی. به طور مثال شبکه‌ها میگم در بخش وبسایت میایم یا در بخش لوگو میایم، هر بخشی که باشه، یا مثلا در بخش سوشال میدیا میایم. سوشال میدیا زیادتر دوست استفاده میکنه. همین سوشال میدیا که فعلا پیش خود است، یعنی بسیار راحت میتونی به درآمد برسی از این طریق استفاده کنی. خب اینا کسایی هستند که فریلنسرها هستن، نیمه وقت بیکار هستن، میان روی یک موضوع صحبت میکنن درباره سوشال میدیا شد یا هر موضوع بود که مشکل مردم حل کرده باشه. یعنی تا زمانی که خود مشکل مردم حل نکنی به هیچ نوع کس بازی رقم بر خود ریویو و ریتینگ نمیده، چون مشکل مردم حل کرده و آمده و بی ریویو ازیره و چی قیمت هم میگیره. مثلا مثال این قسمت جای ببینیم، ماشاءالله این ریویوش هست. ریویو هم کسایی داده میتونه که با او در پروژه باشه، یعنی برنامهش پیش بره. این قیمت پروژهش هست که میتونی به سطح بیسی کسی هنوز سطح متوسط و سطح بالاش خیلی قیمتاش شاید بالاتر باشه، 160 و $220 و اینا کسایی هستن که در بخش سوشال میدیا مکمل کار میکنن. بعضی شرکت ها هست که خیلی خوب به اینا پول پرداخت میکنن و اینا تمام خدمات خودش گذاشتن. حالا یکی کار کرده است، درست است که شاید مثلا تجربهش بیشتر باشه، خوب بکاپ گرفته، خوب مردم برای ازی گپا خیلی خوب زده، ولی خودت میتونی از قدم به قدم پیش بری، مرحله به مرحله پیش بری، نگرانی نداشته باش. و اینمی بستر برای خودت فایور ایجاد کرده که بدون سرمایه از توانمندی خود استفاده میکنه. حتی ببین ویدیوش برای خود، من ویدیوش پلی میکنم که بو ایدیش بگیری که سر چی کار میکنه. مثلا سکس تمام رشتش به خاطر اینستاگرام است. این زیادتر با کسایی کار میکنن فریلنسر هستن. ببین Thank you so much for checking out my gig on Fiverr. In this service, I'm going to professionally grow and manage your Instagram account. What I will do exactly, I'll be performing organic interactions on your Instagram profile, such as following people, liking their content, liking their امیدوارم که گرفته باشی بعض موارد که فعلا هم در افغانستان خوب از بس از دختر خانمایی به حضور شروع کردن که میخوایم به دیگرها طریقه می که چه قسم بتونن فالوور بیشتر جذب کنن، چه رقم بتونن از اون فالوورایی که استفاده نمیشه بیان به درآمد برسن، محصولاتی که دارن از طریق خود اینستاگرام به فروش برسونن. خوشبختانه در افغانستان شروع شده این موارد، ولی در جهانهای اول که کشورهایی که پیشرفته است اونا معمولا پیش تقریبا 10 سال پیش 15 سال پیش موارد اونا وقت صحبت کردن و به درآمد رسیدن. خودتون نگرانی نداشته باش که والا اونا پیش رفتن و پس موندیم، ولی یک فرصت هست، بهترین فرصت هم میل لحظه که خودت شروع کردی و بعضی موارد بیسی که خود فایور فامیلی در کل ساختار کسب کار و بخصوص از طریق فایور فامیلی که اگر خودت بتونی در هر نقطه دنیا از توانمندی که داری به دیگرها به یک نوع برنامه‌اش بگذاری، مردم خریدارش است، خرید میکنه. از این وقت خرید از خودت خرید نمیکنه. مثال فکر که یک فرد لوگوی بسیار ساده را دیزاین
نمیکنه، میازیر خرید میکنه، از خود خرید نمیکنه. و ببین تا من مثالش به خاطر ازی براتون میگم که بعض سوالا که لازم تو نو حل شوه، بعدش بود اینا همش که خود پروژه داره، کار عملی داره که با شما همیشه کار عملی چه کار میکنه. به طور مثال در بخش لوگو دیزاین هستیم، ببینیم که در بخش لوگو دیزاین ببینید بسیار ساده، یعنی لوگوهای هست که یعنی اصلا وقت زیاد نمیخواد. باز بعضی برنامه هم هست که میتونید از طریق اون برنامه شما قسم دیزاین کنین و اون برنامه رو شما بخرید. مثلا کانوا هست، از طریق کانوا شما میتونید کانوا پرو رو خرید کنین که میشه که باز بعضی لوگوها رو خودتون دیزاین کنین، یگان تغییرات یگان نواری کنین و بعد میشه که به فروش برسونین. اون کار بعدی تون است. ولی فعلا شما میتونین از همین فایبر به درآمد برسین. و خوبی فایبر هم یک چیز دیگه که در ذهن من میگرده اون است که از $5 قیمتشون پایین‌تر نیست، که شما $100 $20 و همچنان $15 مثلا ببینید $110 قیمتش است و ریویوش هم خیلی خوب است. یعنی مردم که زیاد نتیجه گرفت از ریویو هست، نظر مردم که بدلش کار کرده. مثلا ببینید شما نه $15 هست و یعنی از $5 کمتر نیست. دلیلش هم چی است؟ چون خود این فایور هم اون موضوعش از $5 صحبت است که نه بحثشون چرا فایور مونده که از $5 به بالا از بحثشون. به هر صورت چی موضوع جزئیات خود فایور است. اگر خود علاقه داشتی و خواستی که در جلسه بعدی که مکمل کارکرد فایور، پروژه، ایمیل رسمی اینا رو همش ان شاء الله در جلسه بعدی صحبت میکنم. اگر خودت علاقه داشتی این ویدیو را با دیگر دوستان به اشتراک بگذار و هر سوالم که در ذهن خودت میگرده که والای سوالش تو کنم از کجا بپرسم در قسمت کامنت های همین فایل که هم از طریق وبسایت ما و نام ramishfirdausi.com هست و همچنین از طریق کانال یوتیوب ما که خودت میتونی کامنت رو درج کنی. سوالای خیلی زیاد از ذهنت نباشه، فقط بپرس ان شاء الله ما بازترین فرصت ویدیو بعدی را آماده میسازم که خودت میتونی اون سوالای خود پرسان میکنی، همیشه اول جواب میدم بعدش میریم سر پروژه. امیدوارم ویدیو برای خود موثر واقع شده باشه، معرفی مختصر از وبسایت فایور برداشت کرده باشی که خودت میتونی در افغانستان از طریق فایور بیزنس سرمایه اولیه به درآمد برسونی. هر جای دنیا باشی موفق و پیروز و سرشار از انرژی باشی. خدا نگهدار.